أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب تشویق کردن برای خواندن بعضی سوره ها یا بعضی آیات های معین و مخصوصه. خب این باب رو درس گذشته شروع کردیم و چند حدیثش گرفتیم و حالا دوام همون باب رو خواهیم گرفت. امروز حدیث 1017 رو میگیریم که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. خب درس گذشته در وقت توضیح دادن حدیث 1016 گفتیم هر کسی که سوره تبارک رو شب بخواند تا روز براش کفایت کننده است. این طور نیست، بلکه آخری سوره بقره رو بخواند براش کفایت کننده هست، یعنی که سهوا از زبانمان سوره تبارک برآمده است در درس گذشته. و سوره تبارک فضیلت خاص خودش دارد که حدیث 1015 بیانش کرده بودیم. خب اکنون امروز حدیث 1017 امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1017 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی که نگردانید شما خانه هایتون را مانند قبرستان. این حدیث همچنین دلیل است برای اونه که بالای قبرستان قرائت قرآن جایز نیست. برای پیغمبر میگه لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی که قرار ندهید، نگردانید شما خانه هایتون رو به مثل قبرستان. در قبرستان قرائت قرآن جایز نیست، چطوری که نزد اهل سنت و الجماعت مشهور و معروف است. و همچنین نماز خواندن در قبرستان بالای قبرستان جایز نیست. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثال زد که لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یعنی قرار ندهید شما خانه هایتان را به مثل قبرستان که نماز نخونید و قرآن نخونید. این الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سوره البقره، پیغمبر گفت هر آینه شیطان ینفر میگریزد، در فرار است، از خانه ای که تقرأ فیه سوره البقره، خوانده می شود در اون خانه سوره بقره. یعنی هر خانه ای که سوره بقره خوانده شود شیطان از اون خانه میگریخته است، شیطان اون خانه نمی در آمده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 1017. بعد از این حدیث 1018 و عن ابی بن کعب رضی الله عنه قال، یعنی که از ابی بن کعب رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا ابا المنذری، یعنی ابی بن کعب رو نام پیسرش منذر که بود، از این است یا ابا المنذری، ای ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب الله معک اعظم، آیا میدانی کدام آیت از کتاب الله تبارک و تعالی که همراه تو هست، یعنی تو حفظ میدانی، بزرگتر است از همون آیات ها و چیزایی که حفظ کردگی هستی میدانی؟ آیا میدانی کدامش بزرگترین است، کدام آیتش بزرگترین است؟ قلتو، ابی بن کعب میگوید که گفتم که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آیت الکرسی است بزرگترین آیت قرآن. فضرب فی صدری، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در صدر من زد، یعنی که چطوری که آفرین میگوی بگیم یک تعریف میکنی و برای تمجید پیغمبر بگیم آفرینش گفت، با عمل در صدرش زد. و قال، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که لیهنیک العلم یا ابا المنذری، لیهنیک العلم، یعنی که گوارا باد برای تو علم ای ابو منذر، یعنی تبریکت باد، مبارکت شود، خجسته باد برای تو علم ای ابو منذر، یعنی که علم داری تو، یعنی معلومات داری که بزرگترین آیت این آیت الکرسی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعای نیک کرد. همچنین این لیهنیک العلم ابا منذر دعای بگیم جمله دعایی می شود که باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله
روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 1018. بعد از این حدیث 1019. حدیث 1019 حدیث بسیار حدیث جالب است و صحبت کردن شیطان ملعون با حضرت ابو هریره رضی الله عنه است و بسیار قصه جالب است. خب میگوید که وعن ابی، در حدیث 1019 میگوید وعن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت وکلنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بحفظ زکات رمضان. میگه یعنی که وکیل گردانید مرا پیغمبر، یعنی که مسئول گردانید مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه برای نگه داشتن محافظت کردن زکات رمضان، زکات فطر که جمع کردن، میگه مرا رسول الله مسئول گردانید، وظیفه دار گردانید که همون زکات رو نگاه کنیم تا اینکه برباد نرود و ضایع نشود. وظیفه دارش کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاتانی آتین، ابو هریره میگه پس آمد آینده ای، یعنی شب نیم شب یک کس آمد میگه فجعل یحثو من الطعام، پس شروع کرد به مشت جمع کرده گرفتنی طعام، یعنی مشت میزد بگم همون زکات مال را، زکات فطر را در بغلش میانداز، مشقتی میزد بگم در بغل، یعنی دزدی کردی ثابت. فاخذته، پس میگه من دستگیرش کردم، دزد میگه دستگیر کردم. فقلت، پس میگه گفتم که لارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتم ترا میبرم نزد پیغمبر. ابو هریره میگه اون دزد گفتم که من ترا میبرم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قال اینی محتاجون، پس میگه دزد زاره و زاری را شروع کرد، گفت که اینی محتاجون، گفت من بسیار محتاج هستم، و علی عیال، و گفت من بسیار فرزنددار هستم، و بی حاجت شدیدتون، و گفت من گرفتار شدگی هستم به احتیاج سختی، یعنی کمبغلی و ناداری مرا مجبور کرده است که من دزدی بکنم. گفت فخلیت عنه، ابو هریره میگه من آزادش کردم، رهاش کردم. وقتی زاره و ناله و بگیم آزار تقدیم کرده شکلی دیدیم، میگه من این مرد میگه آزادش کردم. فاصبحت، پس شب رو میگه روز کردیم، پس روز شد. میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه بدون اونه که من پیغمبر را بگم، پیغمبر میگه گفت که یا ابا هریره، گفت ای ابو هریره، ماذا فعل اسیرک البارحه، میگه گفت چیکار کرد اسیری تو شب گذشته، اون مردی دزد شب گذشته چیکار کرد؟ میگه قلت، گفتم که یا رسول الله شکا حاجتا و عیالا، میگه گفتم که ای رسول الله شکایت کرد از احتیاجاتش و از فرزندداری و میگه زیر دستش نفقه دهنده ها داشته است و فرحمته، پس میگه من رحم کردم به اون دزدی بیچاره که بگیم محتاج است و فرزنددار است. فخلیت سبیله، پس آزادش کردم، رهاش کردم به راه خودشو، گفتم آزاد استی. فقال، پس پیغمبر گفت که اما انه قد کذبک و سیعود، میگه گفت اما اون گفت ترا دروغ گفتگی است، اون دزد ترا دروغ گفته است و سیعود، او دزد باز میگردد، او دزد باز میآید. فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ابو هریره رضی الله عنه میگه که یعنی با گپ پیغمبر باوری کامل داشتن، میگه فعرفت، پس میگه من دیگر باور کردم، یقین کردم که این دزد ملعون باز میگردد یک بار دیگر، این دزد باز به نزد ما میآید. میگه فرصدته، پس میگه رصدته یعنی که انتظارش ماندم، یعنی در کمین به انتظار او نشستم، انتظارش ماندم. فجاء یحثو من الطعام، پس شب دوم آمد، میگه جمع میکرد، بگه مشت زده میگرفت، میگه از طعام دزدی میکرد. فقلت، پس میگه گفتم که لارفعنک، باز میگه دستگیرش کردم و بعد براش گفتم که لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اكو این داف ترا نزد پیغمبر میبرم، خلاص نزد پیغمبر میبرم. قال، میگه اون دوست گفت که دعنی فانی محتاج، گفت بیا مرا رها کن که من محتاج هستم، و علی عیال، من فرزنددار و زیر دستم نفقه خورها دارم، لا اعود، دیگه باز نمیگردم. میگه باز ابو هریره دانست که فریب کند، گفت که لا اعود، دیگه باز نمیگردم، خلاص
ابو هریره میگه فرحمته، با میگه من رحم کردم. فخلیت سبیله، پس میگه من آزادش کردم، برای خودش گذاشتمش. فاصبحت، پس میگه باز شب رو روز کردیم. فقال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای گفت که یا ابا هریره، ای ابو هریره، ما فعل اسیرک البارحه، چیکار کرد اسیری تو شب گذشته؟ اسیر باز چیکار کرد؟ قلت یا رسول الله شک حاجه و عیالا، میگه گفتم که رسول الله شکایت کرد از محتاج بودنشو، از فرزندار و زیر دستش نفقه خور داشتنشو. فرحیم تو، پس میگه من رحمش کردم. فخلیت سبیله، پس راهش آزادش کردم، یعنی که به حال خودش گذاشتمش. فقال، پس میگه باز پیغمبر گفت که اما انه قد کذبک و سیعود، اما گفت اون ترا دروغ گفته است، باز میآید. اون هرچند ترا گفته است باز نمیگردم، لیکن باز می آید. میگه فرصت تو ثالثه، ابو هریره میگه باز انتظارش موندم شب سیوم. خب رفتیم جورا تیار کردیم برای دزد آمدن، میگه تیار شده ایستاده. میگه فجاء یحثو من الطعام، باز آمد میگه مشت میزد بعد طعام، یعنی که مشت زده میگرفت طعام را دزدی میکرد. فاخذته، پس میگه دستگیرش کردم. فقلت، میگه گفتم دزد رو که لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتما گو من ترا میبرم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و هذا آخر 3 مرات، و این آخرین سیوم باره هست. انک تزم انک لا تعود ثم تعود، تو قول میدهی که باز نمیگردی و باز میگردی. ببین گو این سیوم بار است که تو قول میدی که باز نمیگردی، باز میگردی. فقاله، پس میگه گفتم اون دزد دعنی فانی اعلمک کلمات ینفعک الله بها، میگه ابو هریره گفت که مرا رها بکن، پس گفت من یاد میدهم ترا کلمه های را، یعنی سخن را یادت میدهم که ینفعک الله بها، فایده میرساند الله سبحانه و تعالی به واسطه این سخن برای تو، یعنی سخنان فایده ناک برای تو من یاد میدم، بیا مرا رها بکن. قلت ما هن، ابو هریره میگه گفتم که چی است اونها، اون سخنانی که یاد میتی چی است؟ قاله، میگه گفت که اذا اویت الی فراشک، هنگامی رفتی به رخت خوابت، به جوگه خوابت رفتی، فقرا آیت الکرسی، میگه گفت آیت الکرسی را حتما بخون، در جای خوابت آیت الکرسی را بخون. فانه لن یزال علیک من الله حافظ، پس هر آینه گفت همیشه بالای تو از جانب الله محافظی هست، یعنی لن یزال یعنی میماند بر دوام بالای تو از جانب الله محافظی. الله سبحانه و تعالی یک محافظی را بالای تو ده قرار میدهد برای خواندن آیت الکرسی. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، گفت نزدیک نمی شود به تو شیطانه دیگه، یگان نمودی شیطان به تو نزدیک شده نمیتواند حتی تصبح، تا این که شب رو روز کنی. همون شبی که آیت الکرسی را خواندی و خواب کردی، محافظی از جانب الله در نزدیک است که دیگر شیطان تماما به تو نزدیک شده نمیتونه. تا کیا؟ تا صبح، تا سحر. فخلیت سبیله، ابو هریره میگه وقتی که این سخنها را برای من گفت، یعنی که این فایده ناک کلمات را برای من که گفت، میگه فخلیت سبیله، پس میگه رهایش کردم به راهشو. فاصبحت، پس شب رو میگه روز کردم. فقال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز میگه صبح پیغمبر صلی الله علیه و سلم برام گفت که ما فعل اسیرک البارحه، چیکار کرد اسیری تو شب گذشته؟ قلت یا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، گفت ای رسول الله پین داشته است، فکر کرده است، همون اسیر شکل، همون دزد هر آینه اون یاد میدهد برای من کلمه هایی را که فایده میرساند الله سبحانه و تعالی به سبب اون کلمه ها. فخلیت سبیله، پس میگه ابو هریره میگه من آزادش کردم، برای خودش گذاشتمش. قال ما هی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش گفت که چی است اون؟
یعنی چی را برات یاد داد؟ قلت، میگه گفتم که قال لی، اون دزد برای من گفت که اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی من اولها حتی تختم الآیت. یعنی گفت که هر گاهی که رفتی تو به تخت خوابت، پس بخون آیت الکرسی را از اولش تا اینکه بوتش کنی، یعنی از آیت الکرسی را تا آخرش بخون، یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخرش بخون. و قال لی، و میگه برای من گفت، اگه پیغمبر ده نقل کرده سای همون دوست، میگه شو برای من گفت که لا یزال علیک من الله حافظون، یعنی که میماند همراه تو از جانب الله تبارک و تعالی محافظی. ولن یقربک شیطان حتی تصبح. بگه باز دوست برای من گفت که شیطان به تو نزدیک شده نمیتواند تا اینکه شب روز شود، یعنی دیگر محافظه داری، شیطان به تو نزدیک شده نمیتواند. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما انه قد صدقک، اما گفت، او گفت واقعا راست گفته است، و هو کذوب، گوله که اون شیطان است، اون دروغگو است. تعلم من تخاطب منذ ثلاثین یا ابا هریره. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که آیا میدونی تو که با کی صحبت میکردی 3 شب ای ابو هریره؟ اون کس دزد پیشت میومد، آیا میدونی که اون کی است؟ قلت لا، میگه گفتم که نه نمیدونم کی است، فقط یه دزد بود، یه مردی دزد. قال ذاک شیطان، میگه گفت که اون شیطان است. اون دزدی که شما میومد او شیطان بود که به شکل انسان شده دزدی می آمد، اون شیطان است. و اون شیطان گفت راست گفته است برای تو که آیت الکرسی همین فضائل را دارد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این حدیث بسیار یک حدیث بزرگی هست. یکی از دلایل این حدیث این است که، فایده های این حدیث این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله تبارک و تعالی براش خبر رسون. یکی از معجزات پیغمبر است. وقتی که سحر اومد، پیش از اون که ابو هریره نقل بکند، پیغمبر براش گفت که با اسیر چیکار کردی، یعنی که پیغمبر خبردار شده بود. این یکم مسئله. مسئله دوم، این حدیث دلالت میکند به اونه که ابو هریره رضی الله عنه میدونست که پیغمبر بسیار یک انسان رحم دل و بسیار یک انسان حلیم است. هرچند که این دزد را میدونست که دروغ میگوید، ولی با سرش داد، برای میدونست که پیغمبر حلیم است و این را میبخشد و این را هیچ چیز نمیگوید، یعنی سرزنش نمیکند. و باز فایده های این حدیث این است که اگر هر کسی که حق رو میگوید باید ما قبولش کنیم، حتی کافر باشد، حتی یهودی و مشرک و بدین باشد، وقتی که حق رو میگوید حق باید قبول کرده شود. چطوره که شیطان ملعون حق را گفت، پیغمبر گفت که صدقه، یعنی که او را راست گفته و هو کذوب بود، اما او بسیار دروغگو است، یعنی شیطان است، یعنی نامش دیگر شیطان است، دیگر معلوم که چی صفتی بدبختی را دارد. خب پیغمبر بگن از زبان اون قبول کرد حقیقت رو، پس حقیقت باید قبول کرده شود، از زبان هر کسی شنیده می شود، چی دوستت است، چی دشمنت است، چی مسلمان است، چی کافر است، باید حق از زبان هر کسی باشد قبول کرده شود و باطل از زبان هر کسی که باشد باید رد کرده شود. خب این بود حدیثی 1019 و این قصه جالب. بعد از این حدیث 1020. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، از ابو دردا رضی الله عنه روایت است، هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من حفظ 10 آیات من اول سوره الكهف، یعنی هر کسی که حفظ بکنه 10 آیت از اول سوره کهف، عصم من الدجال، یعنی در امان میماند از فتنه دجال، از فتنه دجال محفوظ میماند و از فتنه دجال در امان میماند. و فی روایتین، در یک روایت دیگر گفتگی است که من آخر سوره الکهف، یعنی هر کسی که حفظ بکند 10 آیت از آخر سوره کهف، از فتنه دجال در امان میماند. رواه ما مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب این حدیث دلالت میکند به فضیلت سوره کهف، اول سوره کهف یا آخری، 10 آیت اول و 10 آیت آخری سوره کهف. خب این بود حدیث
1020. بعد از این حدیث 1021 میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت بینما جبریل علیه السلام قاعد عند نبی صلی الله علیه و سلم سمع نقیضا من فوقه. زمانی که میگه جبرائیل علیه السلام نشسته بود، قاعد عند نبی صلی الله علیه و سلم نشسته بود در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سمع نقیضا من فوقه، شنید نقیضا یعنی صوتا، آواز را شنید، آواز را شنید، صدای را از بالای سرش، از بالا آواز را شنید. فرفع رأسه فقال، پس میگه جبرائیل علیه السلام سرش را برداشت، پس گفت که هذا باب من السماء فتح اليوم، گفت این آوازی دری هست که در آسمان است کشاده شد امروز، اون در کشاده شد. ولم یفتح قط الا اليوم، و گفت کشاده نشده بود اون در هرگز مگر امروز. گفت اولین بار است که اون در کشاده می شود. فنزل منه ملک فقال، پس میگه فرامد از اون ملائکه، پس گفت که هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، گفت این ملائکه هست که فرامده است به زمین، نفرامده بود این ملائکه هرگز مگر امروز، یعنی که اولین بار است که این ملائکه به زمین می فراید. فسلم و قال، پس میگه سلام داد و گفت ابشر بنورین اوتیتهما، یعنی که مژده باد به تو به دو نوری که به تو داده شدگی هست. اوتیتهما یعنی داده شدگی هستن همون دو نور به تو. لم یؤتهما نبی قبلک، یعنی داده نشده است این دو نور به پیغمبری پیش از تو، پیش از پیغمبرمون محمد صلی الله علیه وسلم این دو نور به کسی دیگر داده نشده است. اون دو نور چی است؟ فاتحه الکتابی، یکمش سوره فاتحه است، و خواتم سوره البقره، و آخرهای سوره بقره هست. یعنی این دو نور یکمش سوره فاتحه است، دویمش آخری سوره بقره هست. لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتها، یعنی که نمیخوانی حرف از اون را، از این دو آیت را، از این دو نور را، الا اعطیتها، مگر اینکه داده می شود برایت اون خواندگی چیزهایت، یعنی اون درخواست هایی که در این دو آیت هست. علما میگن که در اینجا در این دو آیت 7 دعا هست، 7 آیت ها و 7 جمله های طلبیه هست. و اما هر کسی که سوره الحمد رو میخوند با آخر سوره بقره، در هر این 7 دعا هست. پس میگه اون 7 دعا اعطیته به تو داده میشود، یعنی دعات مستجاب میشود. اون دعاهایی که در اون هست مستجاب میشود. مثلا مشهور بگم واضح ترینش اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی برای راست مرا هدایت کن، برای کسانی که برای اونها نعمت دادی. یعنی وقتی که اینها را تو میخوانی پس تو دعای هدایت کردی. یا آخر سوره بقره را که خواندی پس تو دعاها و طلباتی کردی که الله سبحانه و تعالی تو را شکنجه نکند و کمبودی از جانبت میشود الله ببخشد، و دیگر دعاهای بگم طلبها و دعاهایی که در آخر سوره بقره وجود دارد. پس اونها میگه برای داده میشه که دعات قبول میشود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که هست. این بود باب تشویق به خواندن بعضی از آیات های سوره های مخصوص. با همین این باب به آخر رسید. باب نو، باب استحباب الاجتماع علی القراءه، یعنی باب در مسئله مستحب بودن جمع شدن برای قرآن خوانی. این باب رو انشاءالله درس آینده میگیریم. اما این جمع شدن برای قرآن خوانی، اون بدعت و خرافاتی که میکنن برای ختم قرآن جمع میشون، اون را در نظر ندارد، بلکه جمع شدن برای قرائت قرآن در خانه های الله که انشاءالله درس آینده این مسئله رو توضیح خواهیم داد. این
دور از بدعت و خرافات هست. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. این بود درس امروزه ما. با همین درس امروزه را به آخر میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.